لذا اصلا درباره خود آقای خمینی هم به نقل صحیح اینه که در همون پیرمردی بعد از اینکه رهبر انقلاب شده بود، در همون 75 80 سالگی اینو بله همون عادت بد را داشت. عادت بد را داشت. خود نه تنها خامنه ای، اون که پیر بزرگشان مرجع بود. بله این نقلم که عرض میکنم نقل صحیح، خود نه تنها خامنه ای بلکه خود خمینی. بله شاه خامنه‌ای شانس آورد که اون زمان ایدز نبود که ایشان در حمام فعالیت داشتن. این عمل شنیع لواط از سابق این ملعون عادت داشته، از سابق. و حالا بعضی امور دیگری هم هست. اون رهبر اولشان اون هم ظاهرا خدای توبه پروردگار عالم، اون هم من از بعضی از ثقات شنیدم، این خبر رو نمیگم که ثقه نیست، بعضی از ثقات میگفتن که در همون پیرمردی خود بعضی از نگهبانانش مثلا از اونا خواهش میکرد. این مطلب را که میگویم خیلی از مردم درباره خامنه‌ای که معروفه خبر دارن، حتی درباره اون اولیش هم این چنینه دوستان عزیز، که او هم در همون بعد از اینکه رهبر شده بود این قضیه برایش پیش آمده بود. اما معظم معنایشون نیست. معظم معناش چیه میدونی؟ معظم معناش اینه چیزی که خودش کوچیک باشد زورکی اونو کشاد کرده باشن. معظم دیگه اینه، باب مفعوله، یعنی چیزی که کوچیک بوده او رو زورکی زدن کشاد کردن. این مقام معظم، مقام معظم، مقام معظم یعنی واقعا که خوب اسمیه برایشون. مقام معظم این بوده. خلاصه اولش که معظم که نبوده، اولش معمولی بوده. این قد زدن، این قد زدن زورکی که حالا با کلی اون رفته اصلا خیلی کشاد شده. بله خادم مدرسه، اون لاتهای محله، اتوبوس رانها، تاکسی رانهای مشهد، خلاصه همگی این قد بایی. بعدم که زندان رفت اونجا، بعدم که این را شاه تبعید کرد به اسلام شهر، ایران شهر، علمای عمریه، خلاصه واقعا که زدن این. بله دیگه اون معظم، اون اگر معظم نباشه کی معظمه؟ این که بله این سیده، پس چرا این رقص چی بود؟ بابا کرم بود. رقص بابا کرم چرا می‌رقصید؟ اگر سید خودش به زبان خود اعتراف کرده، سخنرانی کرده که من بابا کرم رقصیدم، داشت و بله بس آوازم خوندم. و مثلا این که مشکلات عفتی داشته، مفعول بوده در جوانی، اوش که قضیهش معروفه، پیرمردای مشهد همگی بلدن میدونن. رهبرتان رقاصه، رهبرتان مفعول، رهبرتان کمونیست، رهبرتان ناصبی، رهبرتان وهابی، رهبرتان بی سواد، رهبرتان مبتلا به ایدز، مبتلا شوخی کردم ایدزشا، مبتلا به سرطان ما تحت. خلاصه هر جو بلایی که بوگی، حالا دیگر هیچ دفاع ایلان میگه سیده جان چیز نگو سیده. خب بیا ایشان توبه بکنه. ما قبول داریم که ایشان کافره، ایشان طاغوته، اما این که ایشان مثلا بعد از ساعت 12 شب سردارای سپاه ترتیب ایشان رو میدهد، دیگر این امام زمان علیه السلام به این راضی نیست. لذا اصلا درباره خود آقای خمینی هم به نقل صحیح اینه که در همون پیرمردی بعد از اینکه رهبر انقلاب شده بود، در همون 75 80 سالگی اینو بله همون عادت بد را داشت. عادت بد را داشت. خود نه تنها خامنه ای، اون که پیر بزرگشان مرجع بود. بله این نقلم که عرض میکنم نقل صحیح، خود نه تنها خامنه ای بلکه خود خمینی. آقا دوستان عزیز درباره آقای خامنه ای این سوال مطرح شده که آقای اللهی شما این را از کجا بود؟ دوستان عزیز بیننده، این را از قضیه علما، اونایی که میشناسن آقای خامنه ای را از سابق، اون زمانی که طلبه بوده، جوان بوده، کم سن بوده، از اون زمان برای نقل کردن. بعضی از این علما اهل نماز شبن و در نماز شبشون گریه میکنن. اینها به ما گفته دوستان عزیز. و این قضیه یعنی از چند طریق، نه از یک طریق، بله از یک چند طریق، بله دوستان عزیز نقل شده برای ما. آره ای جماعت نابکار پیروان آقای خمینی، که آقای خمینی هم بله امشب عرض کردم که
بله بعضی از نگهبانان شخصیشان ترتیبشان را میدادن در اون سن 75 سالگی، مرجع تقلید امید مستضعفین جهان. بله کار شما از بیخ خرابه جماعت. و این مطلب را که عرض میکنم از ثقات عرض میکنم، فکر نکنید من این را شوخی میکنم. الان من نمیتونم منابع اون را فاش بکنم که اونا برن اعدام میشن بیچاره.